سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و سلامت باشید و این افتخار رو به ما بدید که چند دقیقه‌ای در خدمتتون باشیم با رادیو پیک. متشکریم از همه اونهایی که به شنیدن ما میان. به دیدن من بیا مهتاب در اومد، بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد، به دیدن من بیا مهتاب در اومد، بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد. آقا خبر فوری اینه که یک سند بسیار بسیار محرمانه به دست رادیو پیک افتاده که برگه امتحانی کلاس ششم حجت الاعدام رئیسیه که حاوی اطلاعات بسیار مهمی از درصد IQ ابراهیم دراکولاست. من سوال و جواب رو اجازه بدین براتون میخونم. سوال: ناپلئون در کدوم جنگ مرد؟ جواب: در آخرین جنگش. اعلامیه استقلال آمریکا در کجا امضا شد؟ در پایین صفحه. علت اصلی طلاق چیست؟ ازدواج. علت اصلی مردود شدن دانش آموزان چیست؟ امتحان. چه چیزهایی را هرگز نمیتوان در صبحانه خورد؟ نهار و شام. چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟ نیمه دیگر آن سیب. اگر یه سنگ قرمز رو تو دریای آبی بندازیم چه خواهد شد؟ خیس خواهد شد. یک فرد چگونه میتواند 8 روز نخوابد؟ مشکلی نیست، شبها میخوابد. اینجاست که باید گفت نه تنها توطئه‌های استکباری بلکه پروپاگاندی و آنگوزمان دشمنان هم هیچ تأثیری بر تبلیغات انتخاباتی رئیسی ندارد. این درس رو کجا خوندی حاج آقا؟ حاج سید محمد خاتمی، همون لیدر عمامه‌دار اصلاحات که له میزنه واسه آشتی با مقام عظما و تا حالا دوغم بهش ندادن، فقط دم انتخاباتی عکسشو اوکی کردن، در یک اقدام شجاعانه و بسیار متحورانه که آدم اصلا میمونه تو ابعادش، یه فیلم داده که بیاین به روحانی رأی بدین. آقا موشه تو سوراخ نمیرفت، میگفت من پسرخاله کد خدام. از اونجا که دوران کاپی کردنه، حداد عادلم سریع فیلم پر کرد که آقا بیاین به لیست قالیباف رأی بدین. بعد هم گفته که به حافظه تاریخیتون مراجعه کنین. تو خودت اگه حافظت به سال پیش قد میداد نظر نمیدادی. بابا آخه خودت چند تا رأی داری مگه که حالا سفارشم برای یکی دیگه میکنی؟ کلن لیستشون رو به فنا داد. توی این کلکلای انتخاباتی حرفایی زده میشه و پای کسایی به میدون کشیده میشه که توی این سالیان اصلا ازشون صحبتی نبود. یعنی کاندیداها به هر امامزاده‌ای دخیل میبندن تا شاید یه جوری یه رأی واسه خودشون دست و پا کنن. منظورم مثلا لوله و نبات و پارچه سبز و گلابی و ربنا و اینا نیستا. اینا که همش دستگرمی. یکی جدیده رو میخوام براتون بگم، گوش کن، که طرف تا لس آنجلس هم رفته به اونجا سیگنال هم میده. اونم کی؟ الیاس نادران، شکنجهگر معروف. اگر این دولت عرضه داشت مشکل بیکاری این کشور رو حل میکرد، مشکل بیکاری جوانان این کشور رو حل میکرد، ما مجوز میگرفتیم برن شهرام شبپره رو بیارن تو میدون آزادی کنسرت بکنن، حل میکرد مشکل شما. با عرضه کار کردن داریم. دادا جون خره تو بیار باقالی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم و فرار کنیم با هم. دادا جون خره رو بیار باقالی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم و فرار کنیم با هم. بعد از اینکه میرسلیم به عنوان غریق نجات گفت که من میخوام اقتصاد رو نجات بدم، حجت الاعدام رئیسی هم از خشکی رفت دریا و در تازه ترین کشفش مدعی شد که با استفاده از ظرفیت دریا میتونیم شغل میلیونی ایجاد کنیم. یعنی الان ظرفیت خشکی تموم شده، همه شغلای زمینی رو دادیم رفته، حالا میخوایم بریم سراغ دریا. احتمالاً منظورش اینه که میخوایم همه بیکارا رو بریزیم تو دریا. خواستم بگم باشه آقا تو برو رئیس جمهور دریا شو، دست از سر خشکی بردار. اما یهویی قیافه این ماهیا اومد جلوی چشم، آقا دلم کباب شد. حالا تازه یارو مدعی شده ما از آسمان و آرمان‌های غیر دست یافتنی هم حرف نمیزنیم. نه تو رو خدا بیا از تولید شغل میلیونی در آسمان‌ها هم صحبت کن. ای خدای آسمون.
شیخ فری بلند شده رفته اصفهان تو میدون نقش جهان، هرچی هم زور زد نتونست پرش کنه. جلوشو بست، دورشو بست، این ورشو بگی اون ورشو بگی، خلاصه دکور رو عوض کرد، بازم پر نشد که نشد. میگن زیر لب به شاه عباس بد و بیرا میگفته که بابا چرا اینقدر بزرگ درست کردی این میدونه رو. هرچی هم فکر کرده که ببینه تو این 4 سال چه کاری برای اصفهانیا کرده، عقلش به جای قد نداده. به خاطر همین برگشته گفته آقا ما پل‌های اصفهان رو به ثبت دادیم. دست ننت درد نکنه با این پل به ثبت دادنت. آخه این برای مردم نون و آب میشه؟ کل مردم رو بردین رو پل، بعد میگی پل به ثبت دادم. حالا شما نبودین پل به ثبت داده نمیشد؟ پلو ول کن، زیر پلو به چسب که زاینده رود بود که خشکش کردی. حالا هی ملت داد میزدن میگفتن زاینده رود زاینده رود، این میگه دریاچه ارومیه رو آب انداختیم. هیچ هم بعید نیست فردا پس فردا بگه که آب دریاچه ارومیه رو سرازیر میکنیم به سمت زاینده رود. سلام چاکرم، بفرما. کل تبلیغاتی که شیخ فری برای خودش تو این انتخابات کرد یه طرف، تبلیغی که این امیر تتلو براش کرد یه طرف. این تتلو که از اون خواننده‌های زیرزمینی روی زمینه و ولایت مداریش رو هم بارها و بارها به رخ کشیده، احتمالاً یه تتوی عشق من عظما هم رو بدنش داره. برگشته گفته اگه میخواید منو تو زندان ببینید به روحانی رأی بدید. انگار همه برگه‌های رأی دستشونه، تو شیش و بش این هستن که به کی رأی بدن. حالا با این اظهار لهجه ایشون تصمیم میگیرن که به روحانی رأی ندن که چی بشه؟ تتلو نره زندان. کل انتخابات رو حواس، بعد تو این وسط داری نرخ تعیین میکنی. تو رقص تو بکن، چی کار داری به این کارا آخه؟ دارم چی میبینم آقا، ما سبکمون چیز دیگه است، ولی خب اونایی هم که دوست دارن برقصن خب برقصن، چه اشکالی داره؟ برقصن. شنوندگان جان، در این بزنگاه ادبی رخصتی می‌طلبیم تا یک دو بیتی اندر مناقب سردار خالیباف محمد باقر لوله‌کش تقدیمتان کنیم. می‌فرماید که در کارگه لوله‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 لوله تنها و خموش. هر یک به زبان حال با خود می‌گفت کو باقر و گازنبر و کو لوله فروش. مناظره سوم هم تموم شد، اما آدم احساس میکنه خستگی از این تن هاشمی طبا بیرون نرفته. یعنی قشنگ یه خسته کامله، میفهمی؟ از شروع تبلیغات یه بار هم شهرستان نرفته. نصف برنامه‌های تلویزیونیش هم میرن خونش ضبط میکنن. الان داشت دفتر کارش رو نشون میداد، کم کم یه سالی بود این کتاب متاباش مرتب نشده بود. اصلا درستش این بود که اسم دولتش رو عوض میکرد، میذاشت دولت خسته. کلاً هم 2 تا هدف اعلام میکرد. میگفت یکی این که شنبه ها تعطیل، شروع کار مملکت هم از ساعت 10 صبح. میدونی؟ اصلا خسته است. خسته، میفهمی؟ خسته. بس خستم، بس خستم. مبارک اگه حاجی از راه برسه با سلام و علیکی بکنه و با اینو با اون دم بزنه، جون من بگو، مرگ من بگو، به ما نمیگن حاجی تکن. آقا میرسلیم هم بهتر بود عوض بحث با بقیه تو وقتای مناظره روز جمعهش 1-2 تا شعر دکلمه میکرد. یاور همیشه مؤمنی، فرنگیسی، فرجام امیری. این بیشتر جواب میداد. نه اصلا قطعا جواب میداد. بارون امشب توی ایوون مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود توی زندون. خب دوستان، با تشکر از همراهیتون. تحریم انتخابات حرف و فریاد مشترک همه ماست، به امید روزی که ایران و ایرانی دوباره وطنش رو پس بگیره. زیباترین عاشقترین خاک زمینه، با آسمونی پرچراغ، سیراب از خون هزاران نازنینه، دشتی پر از گل خشم داغ، شعله ور از
نمیپذیریم، تموم کوچه ها رو دست میگیریم. ما این وطن رو پس میگیریم، قفس رو نمیپذیریم، تموم کوچه ها رو دست میگیریم. آره ما